در قلب کاخ سلطنتی و دربار پهلوی زنی بود که همه ازش میترسیدن و حساب میبردن. زنی که همه بهش میگفتن قدرت پشت پرده. اون یک بار قدرتش رو برای نابودی زندگی ملکه فوزیه به کار برده بود و موفق شده بود و حالا نوبت زندگی ملکه ثریا بود. با ورود ثریا اسفندیاری به دربار، نبرد پنهانی دو زن پشت درهای بسته کاخ شروع شد. این زن کی بود و چرا اینقدر قدرتمند بود؟ اون چه دلیلی برای برهم زدن زندگی ملکه های شاه داشت؟ و چرا شاه با این زن برخورد نمی کرد؟ اگر این زن نبود شاید ثریا ملکه دربار باقی میموند. در ادامه با کانال تاریخ نگار همراه باشید. حضور شما افتخار و دلگرمی ماست. اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، از پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب به ما ملحق بشید و با زدن دکمه زنگوله از انتشار ویدیوهای جدید ما زودتر باخبر بشید. ثریا اسفندیاری، دختر جوان 18 ساله دورگه ایرانی آلمانی، زیبا، ساده و باوقار، در حالی وارد دربار ایران شد که در آن نه فقط تاج و تخت و عشق و علاقه قدرت چندانی نداشت، بلکه رقابت، حسادت، کینه و نفرت بیداد می‌کرد. ملکه ثریا در کتاب خاطراتش نوشته: فرض کن عاشق کسی باشی، ملکه باشی، ولی هر روز که از خواب بیدار میشی، تنها چیزی که تن تو میلرزونه نه جنگ و نه تبعید، بلکه زنهایی هستند که کنار تو زندگی میکنن. ثریا اسفندیاری، دختری از خانواده اشرافی و سرشناس، انتخاب دل و دیده شاه بود. اما این دختر زیبا که دل شاه ایران رو برده بود، حسادت و کینه خیلی ها رو برانگیخته بود. این داستان واقعی برگرفته از کتاب خاطرات فرانسوی ملکه ثریا اسفندیاری با نام حالا خودم حرف میزنم هست. کتابی که به زبان فارسی ترجمه و چاپ نشده و شما در حال شنیدن داستان واقعی و منحصر به فرد از زندگی ملکه ثریا هستید. ثریا با دنیایی از عشق و امید وارد کاخ پهلوی شد. اون خودش رو شاهزاده خوشبخت سرزمین پریان میدونست و با رفتار ویژه‌ای که شاه در زمان نامزدی کوتاهشون و شب ازدواج پرخاطرشون با ثریا داشت، ثریا خودش رو غرق در خوشبختی و سعادت میدید. اما خیلی زود فهمید که کاخ سلطنتی جای احساس نیست. در دربار و کاخ زنانی زندگی می‌کردند که قدرت فوق‌العاده‌ای داشتند. خدمتکاران و خدمه همه گوش به فرمان اونها بودند. زنهایی که گاهی حتی اوامرشون و خواسته هاشون بالاتر از شاه بود. اون زنها تاج الملوک مادر شاه و اشرف خواهر دوقلوی شاه بودند. البته شاه خواهر بزرگتری به نام شمس هم داشت. اما از اونجایی که شمس خودش ثریا رو برای ازدواج با شاه پسندیده و تایید کرده بود، روابطش با ثریا مسالمت آمیز بود و حتی شده بود که گهگاهی اون رو از رویارویی با اشرف برحذر میکرد و به او گوش زد میکرد از اشرف دوری کنه. اما چرا اشرف اینقدر از ثریا متنفر بود؟ جوابش تو زخمهای زندگی خودشه. تو گذشته‌ای که با طلاق، بی‌وفایی و حسرت عجین شده بود. قصه زندگی اشرف قصه زنیه که هیچ وقت عشق رو تجربه نکرد و وقتی دید تنها مردی که بهش علاقه داره عاشق شده نتونست تحمل کنه. سال 1329 وقتی محمد رضا شاه هنوز مرد جوانی بود و تازه از ماجرای ترور نجات پیدا کرده بود، تصمیم به ازدواج مجدد بعد از ملکه فوزیه گرفت. اما این ازدواج فقط یه تصمیم شخصی نبود، چون همه چشمها به ولیعهد آینده دوخته شده بود. کاخ به یه میدان سیاست تبدیل شد
و هر کسی سعی داشت نفوذ بیشتری پیدا کنه. درست همینجا بود که ورود ثریا اسفندیاری مثل بمب توی کاخ ترکید. دختری زیبا، اشرافزاده، با وقار و خوشپوش. اما برای اشرف این بمب یه زلزله بود. اشرف خواهر دوقلوی شاه همیشه زنی قدرتمند، باهوش و جاه طلب بود. اما پشت اون لبخند سرد داستانهای زیادی از شکست و تلخی وجود داشت. ازدواج اولش با احمد شفیق شکست خورد. مردی که نتونست با قدرت طلبی های اشرف کنار بیاد. اشرف موند با پسر کوچیکش به نام شهرام. رابطش با مردای دیگه هم همشون ناتموم موند. هیچ وقت طعم یه عشق واقعی و یه تکیهگاه عاطفی رو نچشید. همیشه تو سایه قدرت بود. نه مادر نمونه‌ای بود، نه همسر موفقی. فقط خواهر پادشاه ایران محمد رضا شاه بود. وقتی محمد رضا شاه ثریا رو دید و عاشقش شد، اشرف احساس کرد جایگاهش لرزید، چون محمد رضا تنها تکیهگاه زندگی شده بود. شاه عاشق ثریا شد و همه نگاه‌ها و توجهش به اون بود. اشرف نمیتونست ببینه کسی تو دل برادرش جا گرفته، اون هم به شکل احساسی. عشق به ثریا از طرف محمد رضا برای اشرف یه تهدید بود. تهدید به جایگاهش، نفوذش و غرورش. و این شد که اشرف تصمیم گرفت اگه خودش نتونست ملکه دل هیچ مردی بشه، پس هیچ زنی هم حق نداره جای اونو بگیره. حتی وقتی شاه ثریا رو برای درمان به خارج از ایران می برد، اشرف کسی رو دنبالشون میفرستاد تا از رفتار ثریا و روند درمان اونها براش گزارش بفرسته. اما این تمام ماجرا نبود. فقط اشرف نبود که زندگی رو به ثریا زهر کرده بود، بلکه تاج الملوک مادر شاه هم همراه اشرف عرصه رو برای ثریا هر روز تنگتر و سخت‌تر می‌کرد. تاج الملوک از زمان ورود ثریا به دربار شروع کرد به دخالت در تمام جزئیات زندگی شاه و ثریا، از نوع لباس پوشیدن ثریا گرفته تا نحوه حرف زدنش با محمد رضا. بارها با نگاه‌های تحقیرآمیزش به ثریا گفته بود ما منتظر ولیعهد هستیم، ملکه باید بچه دار بشه، آیا تو میتونی؟ ثریا با تمام دلبستگیش به شاه سعی میکرد سکوت کنه. نمیخواست بین خودش و شاه دیوار کینه بکشه. ثریا خوب میدونست اشرف کیه و چیکار کرده، اما هیچ وقت فکر نمیکرد تاریخ برای اون هم تکرار بشه. بد نیست بدونیم این اولین بار نبود که اشرف باعث سقوط یک ملکه میشد. قبل از ثریا، فوزیه همسر اول شاه هم از رفتارها و تحقیرهای اشرف جون سالم به در نبرده بود. اشرف فوزیه رو زن مصری بیریشه و بی جذبه سلطنتی خطاب میکرد، در حالی که فوزیه خودش شاه دخت مصری بود و پدرش پادشاه مصر و مادرش ملکه نازلی از اشرافزادگان بود. اشرف اونقدر فوزیه رو اذیت کرد که در نهایت فوزیه به بهانه استراحت و تمدد اعصاب از دربار فرار کرد و به مصر رفت و هرگز بر نگشت. حتی اون از دخترش شهناز که فقط اون زمان 5 سال داشت گذشت و دیگه نخواست با شاه به زندگیش ادامه بده. اون خودش دادخواست طلاق رو به دربار ایران فرستاد و تقاضای طلاق کرد. شاید بدترین شکنجه نگاه‌های خنثی شاه بود. وقتی ثریا از رفتارهای اطرافیان شکایت می‌کرد، محمد رضا شاه فقط سکوت می‌کرد. نه تایید نه دفاع، فقط سکوت. اشرف همیشه با نگاه‌های تحقیرآمیز ثریا را از بالا به پایین ورانداز می‌کرد. تو مهمونی‌ها به خدمتکاران و پیشخدمتان دستور می‌داد پیش غذای مخصوص شاه رو زودتر از غذای ثریا بیارن.
هر بار به شاه می گفت این دختر تو رو از من جدا کرده. بهت گفتم از غربی ها زن نگیر. دیدی چی شد؟ حتی نمیتونه یه بچه برات بیاره. شاه جواب نمیداد و فقط سکوت میکرد و این سکوت شاه برای ثریا از هزاران فریاد بدتر بود. ثریا بعدها گفت اشرف از من خوشش نمیومد چون من نمیتونستم همزمان هم ملکه باشم هم زیر دست اون. اون زن فقط یه چیز میخواست، قدرت مطلق. شاه هم اسیر فشارها بود. مادرش، خواهرش، حتی برخی از اعضای مجلس و روحانیون هر روز تکرار می‌کردند ایران باید ولیعهد داشته باشه. البته که در اون زمان علیرضا پهلوی برادر تنی پادشاه ولیعهد سلطنت بود، اما همه به دنبال فرزندی از خود شاه بودند. متاسفانه و از بخت بد ثریا 4 سال بعد از ازدواج او با شاه، برادرش علیرضا در اثر سانحه هوایی و سقوط هواپیما کشته شد و این باعث تشدید فشارها از هر سمت و سو به شاه و ثریا برای داشتن ولیعهد شد. تاج الملوک که داغ فرزند روی دلش سنگینی می‌کرد، هر روز بیشتر و بیشتر به شاه و ثریا برای داشتن فرزند اصرار می‌کرد. برای داشتن وارث سلطنت پهلوی که شوهرش رضا شاه بنیانگذار او بود. با رفتن علیرضا شاه دچار شوک بزرگی شد. شاه دیگه اون مرد عاشق و شاد سابق نبود. همه چیز به هم ریخته بود. شاه مونده بود تنها، بی یار و یاور، بی پدر و برادر و بی ولیعهد و جانشین. هیچ ایده و نظری برای تعیین جانشین احتمالی مورد قبول مجلس و درباریان و خانواده واقع نمی‌شد. ملکه ثریا در تنهاییش هر شب اشک می‌ریخت. میدونست شاه هنوز دوستش داره، اما اون عشق بین نگاه‌های اشرف و حرف‌های نیشدار تاج الملوک و فشارهای داخل و خارج کاخ هر روز کمتر و کمرنگتر می‌شد. ثریا در کتابش نوشته وقتی قدرت در دست کسانی باشه که بویی از مهر مادری یا خواهرانگی نبرده باشن، آدم دلش برای خودش هم میسوزه. و دست آخر عشق هم نتونست زندگی شاه و ملکه رو نجات بده. شاه هنوز هم ثریا رو دوست داشت، اما زنهای دربار کاری کرده بودند که شاه به جای عشق به وارث فکر کنه و شاید سریع و عجولانه تصمیم بگیره. اگر دسیسه های اشرف نبود، اگر مادر شاه دست از فشار و دخالت بر می داشت و اون نامه تحقیرآمیز رو که ویدیوی اون رو قبلا در کانال منتشر کردیم برای ثریا نمی نوشت و نمی فرستاد، شاید ایران ولیعهدی به نام پسر ثریا داشت و شاید ملکه‌ای به نام شهناز و شاید تاریخ ایران مسیر دیگه‌ای رو می‌رفت. وقتی شاه و ثریا از هم جدا شدند، مردم گریه کردند، نه فقط برای یک عشق، بلکه برای رویایی که از بین رفت. ملکه‌ای که قلب شاه رو داشت ولی اجازه نداشت باهاش بمونه و تا آخر عمر غم این عشق و جدایی رو دلش موند. و زنهایی که از عشق قوی تر بودند، چون در دربار عشق به تنهایی کافی نیست. و اشرف، اون به ظاهر پیروز شد، ولی توی دلش زنی موند که هیچ وقت نه طعم عشق رو چشید و نه آرامش رو. تاریخ فقط اسم شاه‌ها و نبردها و اتفاقات بزرگ نیست. تاریخ گاهی قصه زنیه که نتونست عشق رو به دست بیاره. گاهی قصه زنی دیگه است که با عشقش بازی شد و قلبش شکست. و قصه هر دوی اونها که هنوز در دل تاریخ مونده و در هیاهوی تاریخ کمرنگ شده. شما اگه جای ملکه ثریا بودید، آیا سکوت می‌کردید یا در مقابل اشرف و تاج الملوک می‌ایستادین؟ آیا فکر می‌کنید
ثریا میتونست به تنهایی از پس این همه توطئه و دسیسه بر بیاد؟ فکر میکنید زنهایی مثل اشرف و تاج الملوک چقدر در براندازی یک خانواده یا سلطنت در طول تاریخ حکومت‌ها نقش داشتند؟ نظرات شما باعث افتخار و دلگرمی ماست. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو برای ما و دیگر دوستان بنویسید. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید.